گروه‌هایی مثل CIA، FBI و همه گروه‌های امنیت ملی در دولت‌ها این موضوع را به دقت دنبال می‌کنند. کامپیوترهای کوانتومی همه چیز را تغییر خواهند داد. اقتصاد، نحوه حل مشکلات و حتی شیوه تعامل ما با جهان هستی. کامپیوترهای کوانتومی می توانند در هر چیزی که فکرش را بکنید دخالت داشته باشند. اینها صحبت‌های دکتر میچیو کاکو، استاد فیزیک نظری در دانشگاه سیتی نیویورک و نویسنده کتاب برتری کوانتومی درباره ظهور کامپیوترهای کوانتومی است. اگر بخواهیم به طور کلی بگوییم، کامپیوترها 3 مرحله اصلی را پشت سر گذاشتند. مرحله اول کامپیوتر آنالوگ بود. حدود 2000 سال پیش در یک کشتی غرق شده وسیله‌ای پیدا شد که ماشینی با